در حدود جماعت دهاتی به نام اکرم حسنوف ناحیه شهرینو زیاده از 480 خوجگی دهقانی فعالیت می‌کند. سالهای اخیر از جانب خوجگیداران و مردم زحمت‌پیشه این گوشه کشور برای رشد ساحه کارتوشکا پروری کارهای نظررس انجام داده می‌شود. همین است که کشاورزان خوجگی‌های دهقانی و ساکنان دهه‌های دوردست استفاده از زمین‌های نزد حولگی و پرزیدنتی سال تا سال میدان کشت بروقتی کارتوشکا را زیاد می‌نمایند. مرکز ناحیه ما یا 15-20 کیلومتر دور هستیم. من همیشه نزد حولگی زمین داریم. در همین حوله ها هر سال کبوتی ها میکنیم، کارتوشکا گشنیش پخش میگیریم. یک سال خودمون تامین میکنیم. تامینات خودمون از خودمون میبریم. بازار بسیار نمیگیریم. ما غیر از این مهان دامو چیزا یانه ها با زمین داریم، گندم، زخور، نخود، هم خیلی چون میگیریم، حاصلات نقد میگیریم. بازار یگان چیز نمیگیریم. همیشه خودمون دهقانی میبریم. سال گذشته هم کارتوشکا کاری بودیم، یا 300-350 کیلو همین زمین کارتوشکا کردیم بودیم. یک سال 12 ماه خودمون رسید. در حقیقت زراعت کارتوشکا نان دوم به شما رفته، طلبات آن در کشور ما و بیرون از خارج خیلی زیاد می باشد. جمهوری تاجیکستان که کشوری اگری است در پرورش تمام زراعت ها امکانات های وسیع دارد. از آن جمله اقلیم مساعد، آب و خاک و طبیعت تاجیکستان عزیز ما یکی از نعمت های به‌بها بوده. هر یک انسان صاحب معرفت را وادار می سازد که برای رشد و نموی ساحه کشاورزی سهمگذار باشد. در همین ده زندگی میکنیم. هر سال یگان پارچه زمین را بیکاری نمیمونیم. کارتوشکا میکاریم، گندم، نخود، جو، همین خیلی چیزهای حاصلناک میکاریم. محصولات های جمع‌آوردگی ما، کاشتگی ما هر در یک سال میرسه. با اویله، با روزگار فایده کلان میدهد. کارتوشکا یکی از زراعت مقبول به حساب رفته، پرورش آن در جمهوری خیلی خوب به راه مانده شده است. دهقانان این گوشه کشور با مصلحت و پیشنهادهای کشاورزان منطقه برای حاصل دلخواه به دست آوردن از تخمی‌های خوش‌صفت استفاده نمودند. در جماعت دهات اکرم حسنوف 33750 نفر اهالی و 400080 خوجگی عبارت می باشد. در حدود جماعت دهات اوید به دستور سپارش‌های اجرای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید مقصدناک استفاده نمودن زمین‌های نزد حولگی و 2 ساله ذخیره مواد خوراک از طرف کارمندان جماعت دهات و رئیسان دهات که با راهبری رئیس جماعت دهات راهبر گروه تشکیل شده کارهای فرماندهی در این سمت ادامه دارد. دستور سروری دولت را اوید به زیاد نمودن میدان کشت کارتوشکا کشاورزان ناحیه شهرینو مورد اجرا قرار داده، نقشه دارند میدان کشت را زیاد و برای بلند برداشتن حاصلناکی از امروز زمینه آماده می نمایند.